با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوارم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. مولانا جلال الدین بلخی میگوید کاری عوام باشد هر سال دو عید کردن، ما عاشقان جان را هر دم دو عید باشد. واقعا برای هر انسانی آگاه، برای هر انسانی با خیرت، با اندیشه و با ایمان، لحظه لحظه های زندگی عید است، جشن است. همونگونه که سعدی بزرگوار در گلستان خود میگوید، یعنی در سرشوی، در آغاز گلستان میگوید که به هر بنده شکری دو نعمت واجب است. یکی نفس کشیدن، دوم این نفس را برآوردن، همون گونه که میگویند دم و بازدم. از این خاطر انسانی آگاه، انسانی بیدار، انسانی با خیرت و با اندیشه از این لحظه های زندگی، از این فرصت ها استفاده کرده کارهای خوب و نیکی را انجام میدهد. واقعا در عرفه عید قرار داریم، انیقترش در روزی عید قرار داریم و ما این عید رو در یک آرامی، در صلح پیشواز میگیریم و میبینیم که در این هم یک نعمت بزرگ است. این هم یک نعمتی است که خداوند را، آفریدگار را، برای این نعمتش به عدد شکرگزاری میکنیم و شکر پروردگار رو میگویم که ما در یک آرامش، در صلح کامل و در تن سالم و صحت این عید را پیشواز میگیریم. واقعا اگر ببینیم و با عقل، با اندیشه و با چشم خرد به دنیا بنگریم، میبینیم که امروز در نقاط گوناگون جهان درگیری ها هستند، آدم ها میفوتند، خونریزی ها وجود دارند، دهشت افکنی ها وجود دارند و جنگ های هستند که در آن کودکان میفوتند، پیران میفوتند، کلان سالان از دنیا میگذرند و میبینیم که چی در اوکراین، چی در بعضی کشورهای افریقایی و چی در خاور میانه نیزاها، جنگها ادامه دارد. به ویژه در کشور فلسطین و مردم مظلوم غزه چی فاجعه های را این شب روز اثر میگذارند. واقعا آن فاجعه هایی را که مردم مظلوم غزه امروز از سرشان میگذرد، این یک فاجعه بشری است، یک فاجعه انسانی است که شاید در این عصر ما کسی آن را یاد نداشته باشد و یکی از فاجعه بارترین حادثه هایی است که در غزه میگذرد و برای مردم غزه، برای مردم مظلوم ولی شجاع و عزتمند غزه، من فکر میکنم که در این صبح وقتی که به نمازگاه ها میرویم یا از جایگاه بلند میشویم، یادمون نرود برای آنها دعا کنیم، برای صلح پایدار در دنیا، برای صلح پایدار در تاجیکستان و در سراسر جهان دعا بکنیم که خداوند صلح پایدار را در تمام دنیا، به ویژه در فلسطین و غزه باز بگرداند و مردم آن کشور، مردم اذیت کشیده آنجا به رفاه و آسایش برسند. و واقعا عقل، دانش، خرد و ایمان تقاضا میکند که یک انسان نسبت انسان‌های دیگر، نسبت کشورهای دیگر که در آنجا این گونه فاجعه ها رخ میدهند بی‌طرف نباشند و امیدوار هستم که در این روز خرسندی، در این روز عید، برادران خود را در سراسر دنیا فراموش نخواهیم کرد. عید سعید فطر را برای یکایک مردم شریف تاجیکستان، مردم عزیز تاجیکستان تبریک و تهنیت میگویم. به ویژه این عید را برای کلی پدران، مادران، خواهران، برادرانی که مهاجر هستند و در غربت به سر میبرند و دور از فرزندان و خانواده و وطنشان این عید را جشن میگیرند، تبریک و تهنیت میگویم. زیرا مهاجران واقعا قهرمانان امروزی ما هستند و طول سالها میشود که آنها در پیشرفت کشور، در آبادانی کشور سهمی بسیار کلیدی دارند و آنها هستند که این صبح خاندانی اکثر مردم تاجیک پر از ناز و نعمت است و فرزندها، یعنی نورسان و کودکان، لباس نو در این روز به بر میکنند و چقدر انسانها خوشحالانه این عید را جشن میگیرند. این هم به برکت انا همان مهاجرانی هستند که سالها و ماهها در روسیه و دیگر نقاط عالم با کار مشغول هستند، با فعالیت تحت هر شرایط مشغول هستند و خانواده خود را، فرزندان خود را از راه حلال، اگر چندی با مشقت است، اگر چندی با عذاب است، تأمین میکنند. واقعا این عید را برای همه آن عزیزان مهاجر، همه آنهایی که در غریبی هستند و دور از وطن هستند، تبریک میگویم و از درگاه خداوند برای یکایک آنها پیش از همه سلامتی، خاطر جمعی، کامیابی، کامگاری و پیروزی و سعادتمندی را تمنا دارم و امید دارم از خداوندی بزرگ که روز فرا برسد که آن عزیزانم در کنار پدران و فرزندان و مادران خود این عید را جشن بگیرند و با امید پیروزی، با امید سربلندی و با امید صلح و آرامی پایدار در کشور عزیزمان تاجیکستان بار دیگر عید سعید فطر مبارک. تنصیحت و خانه آباد و پیروز و کامگار و کامیاب باشید.